کجا بود که شما بم ندارم. برادر اهل اسلام من پیش جماعت چورکو ما آمدیم همه رویختی اون نفرایی که فوتیدن شهید شدن ادیهای چورکو 13 نفر کودکی 3 ساله سر کرد همشون رویختاشون هست به یگان خاطری 13 نفر من آخرونش حاضر من اینجا نماینده یگانشون میبینیم اینجا با دوملوها هستن وکیلا هستن همشون خونهشون به آیت چی رفتن و مبلغای تقسیم کرده همیشه میتیم همه شما خواهش نوارو تا آخر تماشا کنیتان مبلغای ما همه یوتیوبنگی زیربنگی که ما موده مبلغای جمع شدگی برده همیشه تقسیم کرده میتیم. برادران عزیز همه اونهایی که سعی کوشش کردن و مبلغ گذاری کردن برای اونهایی که در همین جنگ‌های شهروندی برادری جانشان فدا کردن برای حفظ وطن ما امروز در حضور رئیس جماعت دیهاتی چورکو و جانشین یا نشستیم سخن حال اینها بمیدیم اون مبلغ‌هایی که از طرف شما جمع آورده شده است و من روی خودش اینجا است من حجتاش اینجا نه هر یکتاش به کامنتا بشه و کارو ماندگی ان شاء الله با اجازه رئیس ما همه چیزای برده صاحباشو در دست میکنیم از نماینده هاشون التماس می‌کنیم که کمتر سخن درباره شما باید مرحمت کرد و مینداری باید کنید که باید اون برادرهایی که با شهیدانی که در مناقشه آخرین که در نتیجه حمله مسلحانه جنوب قرقیزستان با جمهوری تاجیکستان شهید شده بودند مینداری رهبری جمهوری چورکو میرسونم چون که این شخصایی که در نتیجه حمله مسلحانه قرقیز هلاک شده بودند آنها برای حفظ وطن اجدادی خود برای پدر و مادر خود جان خود دریغ نداشته شهید گشتند مینداری 43,000 اهالی جماعت چورکو میرسونم با برادرانی که برای دستگیری این عائله ها سهم خود گذاشتن یک بار دیگر مینداری رهبری جماعت چورکو میرسونم. سلامت باشید. از خداوند میپرسم که دعای ما مستجاب گرداند همه آن برادرانی که همه مبلغ‌ها رو جمع کردن صرف کردن من آوردن خدمت کردن پروردگار خدا بزرگ است. مسئولیت از خود درخواست می‌کنم که همشون چه نیتی پاک دینی داشته باشن دنیا باشن برای خیر هر یک چون به صفات‌های بهترین انسانی داشتن و مشرف کردن وطن ما از همین ناخوشی‌ها از همین بلاها در کنار نگاه داشتن شاید می‌پرسم پروردگار رو خداوند خدا که از دهنده هستی بار دیگر از خود رسیم که همین برادران رو خوشنود گردانی و خودشان بخیر ایمانشان قوی گردانی. برای اظهار همدردی آمدن الحمدلله از خداوند دعا میکنیم که اون برادری که خیر سخاوت میکنن خیر سخاوتشون و درگاهش قبول تمام مقصدهای دینی دنیوی آخرتشون خداوند برابری خلق گرداند اون شما رسته روزها شما فرزندشون برکت کلی عطا کنیم گذشتگان ما رحمت و مغفرت کرده باشن کنه برادر گازنش از نامی خوجا علو مرحبا من اینجا 5 کس بودم من بیمار خون این درخت من بود صداقت خون من حیات مهیا خون من امرون جون من اسماء خون باشه اینطور همه در خودشون بدون حالا سری آن که این برادرها مصیبت وقتی که سرها اومد وقتی که تاجیک‌ها این با همین چیزا شنیدن در خارج در آسیا همشون اقدام گرفته حق همین ها و کمتر مبلغ جمع کردن پروردگار الهی مبلغاشان به درگاهش قبول گرداند. ما آوردن من از نام شما دسترس کردیم من این دختر عزیز شیرین منبع در حق شما هم پروردگار دعا میکنم که پروردگار اولا همه اجراتون رو به درگاهش قبول کرد دستگیر آخرتون رو کنه هم باتون به تنصیحاتی خاطر جمع جمعان نصیب بگردن همین عائله هم پروردگار خودت بزرگ هستی مهربان هستی دعای من مستجاب کردم
همه آینه با صبر جمیل تنسیحتی خاطر جمیل نصیب روزگار داریم بیاسته دارشان رحمت شایسته جنتی داره مشکل خودشان هم یکاشان بندم بشه برای سیاست صفاتهای بهترین انسانی داشتن و شرف بردن پروردگار همه بچه که خیر کردن در رسیه همه جان از تمام گوشه‌های تاجیکستان هستن پروردگار خیراشان بری و در دستور آخرتشان حالا اکو بود دیگه شما به همدردی انوم تمام مردم تاجیک یوتیوب کارت مونده بودیم از تمام تاجیکستان اهمی 50 روبل سر که تا 100 روبل پرتفتن هم مبلغ جمع شدگی من قطع دوملاه و وکیلا اومدیم من بود دیگه همدردی ما بیان میکنیم شما به انوم تمام مردم تاجیک از تمام مردم چورکو وروخ دیگر طرف تاجیکستان همدردی ما قبول کنید و ایمن کانال خوجی علو یا دیگه اکو شما به همدردی خداوند جوشون جنت گرداند ان شاء الله با یگان خدمت شد ما همینجا بعد جزیره و شود زنگ زنید ما خدمت شما نکو هزار رحمت برادر عزیز من دودری کریم خداوندی عبدالرحیم از کانال خوجی علو امانتتون من برادرش من سپرسوسیام زاویه من برادرم قوی جواتون من بابا جان از نام تماشابینان کانال خوجی علو مردم تاجیک مادر جان شما با همدردی ما قبول کنید همو کارت گذاشته بودیم کمتر باشتم مبلغ جمع شد من با شاهدی همین وکیلان دوملاها اومدیم که همین تیم نیبرتون بودم با اینا همدردی ما قبول کنید مادر جان این مبلغ گرید از طرف مهاجران یا دعا کنید در حقشان برادر اهل اسلام ما مبلغ تقسیم کردن دوام دادیم همه برابر هم خیلی کنورتو به مبلغ موندگی 13 نفر ادیه چورکو من اینجا با روی خطاشون هست ناموشان همشه برادرو خطی من اینجا دوملاها هستن خیلی نماینده ها مبلغ تقسیم کردیم دیه سرخ تقسیم کرده دادیم ورخ دادیم رفتیم همشه امنا چورکو باز 5 نفر 6 نفر دیگر موندن من گویا وجه یادو سخن گوید من همه کمتر دیگر بود امانتتون رو دستشون رو بردیم من سپوره من رحمت دیگه تو برای شهرمرده تاجیکستان خدمتتون میلیم بلندتر شود من دیده ستای مصیبت به همین روزا به وقتی جنگ است و وقتی ننگ است میگو همه مبلغ اومد همه مبلغ اومد من گرفتیم پیش من همشه دست همو آدمو به برده رسونده سیم من خدا خیر چه شما مسئله کارت ها کارت بعد به نام حاجی مختار است به ملول همون کارتی میپرتون سایت با همون به پافتان گرفتم به ملول باور کرد پافتان گرفتم اینجا یکم خیلی اشنه همش دست صوبش با تو یک تین آخریش برده بسپریم بچه‌ها این برای وطن کروسیم بریم صبح امانتیت تاجیکستان خودمون با این روزا دیگر نشود انشالله خودتون به رحمت دیگه برادر اهل اسلام همه دو فوتیه کروسیان صغیرای کبیرای دستشون برده رسیدگی و همش زنای مردای دوای نیک کردهشان در حقتون یکی تو دستتون درد نبیند به ملول بو نترسیده مبلغ گذاری کردن گرفتون خدا خواهد جوهای استفاده میبردگی بردی دوده هم میگیریم من برادرام اون مبلغایی که کارت مونده بودیم زبیربانک جمع شد همشه آور من عادیه ورخ سر کرده تقسیم کرده دادیم انشالله طرفی دوشنبه با میریم سرباز ایمی افسر ایمی رفته خونه شما میخویم مبلغای میسپریم من کرده کری اکرام به هست کسی که با میخوان سهم خودشون رو گذارن چخیلی که میدونیتون شهیده و شمارشان بسیار برین همین انشالله سهم خودتون رسانیتون 100 روبل 200 روبل چند که دستتون میبیاد کمک خودتون رسانیتون انشالله یک دهید 1000 میگیریتون همش میخوای روی خط که نام فامیلیاشون ادرسشون همش هست انشالله من 5 نفر دیگر دهید چورکا هم میشیم بعد طرفی
اسفره خوجان طرف دوشنبه میماند انشالله سهم خودتون رسانتون کمکاتون می کارت زبیربانک کنیتون به نام حاجی مختار آدم باورناک وکیل حاجی علا می باشم همین روزا به یادگیری دستگیری کردن در کو برای همین گذشتگاه شما خدا اینا رحمت کنه روشن جنت کنه خدا روشن شاد برای مردم رو خواهد اونا شهید شدن خدا شهیده رفتن برای همین میرا همتر محبوب بود همون بچه ها سپرده در حق مواجبا دعا کنتون همون نمازه کنه همون لکیتون پدرتون بودن از نام تمام مهاجرا از نام کانال حاجی علا مبلغ جمع شدگی کارت مونده بدیم و حاضر دهه چورکو عده چورکان شما همه آمدیم حاضر من پدرتون بدین یا دیگر همدردی مویا تمام مردم توجیه قبول کنید مبلغی که جمع شد من موقع نماینده چورکو دهه حاجی علا آمدیم دادیم مبلغ انشالله در حق اون نفری که کمک کردن سهم خودشون رو گذاشتن دوگو باشید انشالله ما تمام تاجیکستان سهم خودشون رو گرزوندن آدمایی که مهاجرت به هستن انشالله در حقشون دوگو باشد یه بار دیگر همدردی ما قبول کنید اما مبلغی که باید شد ما همه تشکیل کننده همه کار آمده رسید سوق سلام من آدما شاهد اوور دادیم در حقشون دوگو باشد یه بار دیگر هزار رحمت انشالله جاشون جنت شود همدردی ما بیان کنیم هزار رحمت مالا برادرو مبلغی یک مادی من شهید شدگی بودم سوزگاه عبدالجون من همسرشون به ضعیف من آورده دستشون به یک همتی کارگاتون یکی توی مهاجر دستشون برده میرسونه من خالجان گرفت در حق مهاجرو در حق مسافر بچه‌ای که اینا پول جمع کردی از تمام جمهوری تاجیکستان از تمام شهر نوی‌ها همین جمع کردگی بلند خدا جاشون جنت کنه و افشون شاد گردونده بلند شهید گردونده باشه یا اوای در حق اینها نماز بخونن در دعا کردیم و کموده زنده ها در پناه خدا باشه سلام علیکم اسلام درست نازه واجب اسلام همتون بخواد خنی بهت خونه میداره چه جیتون بیمالو همین بچه‌های تاجیکستان هم هست مبلغ کردن یه بچه‌ها از روسیه این کانال حاجی علا این بچه همین راهبری میکند مبلغای آورده همه صاحباش به لازمش به داده سپرده ما در کار بود خیرت من نصیب داشتم با واخوردیم پروردگار همه گذشتگی شما رحمت کنه که جنت کنه مشکل قبرشون آسان کنه برای برای همه آن برادرها رو که همه کمک دسترسی داشتن اجازه شد اور نه داره تومی کانالی حاجی علا اگر دیده باشه تو وای پرسیدیم هم بچه‌ها هم مبلغ جدا کردیم همین بچه‌ای که شهید شدن در راه وطن همه هم قدر رسولتون من امانت از همون بچه ها در حق بچه ها از این کار امانت بچه های سوپر و مهاجره وای همین خجاله بیار همینه گیره خجا هماشون به دعا کنتون بچه ها در راستی هم مهاجره که هماشون الله اکبر شما حالا بخاطر مهاجره خجا در حق همین مواجبا همشون نمازگاهتون رو دعا کنید سلام علیکم برادر عزیز من رئیس محلی جماعت دیهات سرخ فامیلم خلیلیف نامم حاجی نرزلوبای از نام خودم از نام جمهوری تاجیکستان از نام دیهات قشلاق سرخ یا جوان تشکر خود رو من مناداری بیان میکنم یکم من به همه شما سلامتی میخواهم بعد این 16 هم خیلی مناقشه شد من از این بچه ها آمدن دومله محترم آمدن من اما قشلاق ماده 3 نفر جبریده 3 نفر بندگی کرد خود همراه بچه ها امارتی شما ما برده میسپارم من به همه شما یک بار دیگه سلامتی میخواهم همه وقت سربلندی و سربلندی خانوادتون باشتم هم وقت خداوند کشش کارتون تو وطن عزیزم و پاشای عزیزم و خیراتون خدا به دست قبول کند و دولت و پاشا خداوند تیج کند خداوند خیراتون به دست قبول کند الله اکبر رحمت الله رحمت
نشاره که دیدید برادران عزیز، من برادر عزیز مهربانی ما خودشان یکی از جنگاورهای متین، پیشکش، به نهایت وطن دوست. خداوند همه ما شما و من همیشه خصلت‌های نیکی اینا دارن، ما هم نصیب روزی گرداند پروردگار. همون امانت‌های شما ان شاء الله با سخت سلامت انسان‌های لازم برده میرسونن. خداوند شما رو اجرش برای شما نصیب روزی گرداند، چه دیتی پاک دینی دنیوی داشته باشد برای خیر گرداند. هر یکتون با از ما سرکردات شما صفات‌های بهترین انسانی به مشرف گرداند. سلامت. برادر عزیز، منم از نام کانالی شهری خوجگی اعلی از شروع کمودیم که در جماعت دیوت سرخ در پونت تیپی کار میکرد. خدا رحمت کند چند نفر ماشینش کاری کردی بودن. همین وقت همین که فلاکت به وحش شد، من همسرشون اینجا هم ما از نام شما همین پاکت شما دادگی من کلمه میسپرم. بله من خدا دعا کنه در حق مهاجرا همون بیا باشد، همشون نماز بخونن دعا کنه. خداوند گذشته و رحمت کنه. در قطار همین گذشته ما برادری که ما شهید شد، خداوند همصحبت پیغمبر ما کرده باشیم. خداوند خدمتی کردیش خداش به درگاهش قبول کنه. الله خاطبه من از دعا گفتم رحمت. ما خانه سیم نفر انسان مؤمنیم که انسان همه بهترین بود. این کس شوفری جماعت دیوت سرخ سکوری با روحی تاجیلی با یعنی سکوری با شوفر بودن. همین کس همروی خداوندی کمالی دو کس سلیمان باندگی کردن و این کس پسرشون فرزندشون و وای کس دادرشون. از نام شما از نام خودم باز یک بار دیگه از جماعت دیوت سرخ از یک بار دیگه از کلی شهروند تاجیکستان یک جوان شما با تشکر می‌کنم. من اون کانگرسی که شما دادتون به دست من برادرش حاجی طالبای میسپاریم. مرحبا. بچه‌ها از نام برای خداوند بخشنده و مهربان پروردگار خودت است. میام برادرانی که دستگیری کرده شدن پروردگار اجر دهنده که خود دستی اشکال در خصوص اجر بسیار برای چون نصیب روزی گردانی گشته همین منزل اپای عزیزان ما پروردگار بورشون فرمان کنید. مشکل قبلشان باشد برایشان آسان کنید. فرزندکاشون بخشش تورا و صبر جمیل عطا کنید. همین آیله‌ها به تنجی امانی تنصیحاتی خاطر جمعی نصیب روزی گردانی هر یکاشون به صفات‌های بهترینی که اقوام داشتن صفات‌های بهترین انسان رو مشرف کنید. برادر عزیز، من از نام خواجه علا 3 نفر که قشلاق ما شهید شده بودن امانتتون رو ما سپردیم. یگان مشکلی نیست. یک بار دیگه از نام خدا از نام جماعت دیوت سرخ هزار شما تشکر. هم وقت سربلند باشید. خداوند سپاه خودش به شما نگاه دارد. رحمت کلام خداوند خودش دولت پاشون به تیز کنید و زمان تیز کنید و خداوند همسایه با توفیق دهد. یک بار دیگه تشکر. سلامت باشید. حالا گویا شما یک بار دیگه همدردی از تمام نوع مردم تاجیکستان همه تماشابینای کانال خوجی هم گفتند ما اومدیم برای دور بکره ان شاء الله یگان خدمت شد ما همینجا با یگان خیلی خاطر نشه یک بار دیگر نام تمام اون شخصایی که مهاجرتند آیان همدردی قبول کنید. این مبلغی که ما یوتیوب جمع کرده بودیم دست شما به من اومدن رئیس بابا گپ زدن ان شاء الله روزه شوید با تمام مردم تاجیک خدمت شما ده ان شاء الله هزار رحمت همتون به دیر اومدیم کم گفتیم خیلی هزار رحمت همو قش شدن هزار رحمت مالا تمام هزار رحمت کلام بهتون. شما همین مردم تاجیکستان و در شنیدن همین مصیبت ها از تمام گوشه کران تاجیکستان همین بچه هایی که در فدراسیون روسیه کار میکنن مبلغ گذاری کردگی هر که عدلش برای از چیز دادگی همینا یعنی یکی ما با این بلاگر داریم با همین با وابسته کردن شده که این ما التماس کرد بریم یک دوی کنه همیشه صاحباشو برده رسانیم که هم خداوند راضی گردد و هم بنده های اشتراکاتشون راضی گردد. آیا همین مبلغ عددی قبول میکنید در افغانستان با اکون دوم میکنه خداوند
منتظرانه.